به نام خدای یگانه پشتیبان عالم هستی. خدای تو بر کلام من جاری باش. سلام و درود بر شما همراهان عزیز. خوش اومدین به گنجینه دعا. اگه قسمت قبل را دیده باشید با فضیلت شب جمعه و چند عمل مهم آن آشنا شدیم. اما حالا می‌خواهیم به یکی از محبوب ترین و عمیق ترین اعمال این شب برسیم. دعایی که قرن‌هاست دل‌های عاشقان خدا را آرام کرده است. دعای کمیل. شاید برای شما هم سوال باشد که چرا تقریباً در همه مساجد، حسینیه ها و خانه های اهل ایمان پنجشنبه شبها دعای کمیل خوانده می شود. داستان این دعا به یار با وفای امیرالمومنین علیه السلام کمیل ابن زیاد نخعی باز می گردد. روایت شده که کمیل از حضرت علی علیه السلام خواست دعایی به او بیاموزد که موجب نزدیکی به خدا و برآورده شدن حاجاتش شود. حضرت این دعای نورانی را به او آموزش و تعلیم دادند و سفارش کردند آن را به ویژه در شب‌های جمعه بخواند. به همین دلیل این دعا به نام دعای کمیل مشهور شد. اما راز محبوبیت این دعا چیست؟ وقتی فرازهای دعای کمیل را می‌خوانیم احساس می‌کنیم بنده با تمام وجود بی پرده و صادقانه با پروردگارش سخن میگوید، نه از روی غرور، نه از روی ناامیدی، بلکه با امید به رحمت بی پایان خدا. در بخش از دعای کمیل میخوانیم اللهم اغفر للذنوب التي تحبس دعا، یعنی خدایا گناهانی را که مانع استجابت دعا میشوند بر من ببخش. این جمله به ما یادآوری می کند که گاهی مانع رسیدن به رحمت الهی خود و گناهان ماست و بهترین راه توبه و بازگشت به سوی خداست. یکی دیگر از اعمال مهم شب جمعه زیاد فرستادن صلوات است. در روایات آمده است که صلوات در شب و روز جمعه فضیلتی ویژه‌ای دارد و از بهترین ذکرهاست. پس هر زمان که فرصت پیدا کردیم با عشق بگوییم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از اعمال بسیار سفارش شده دیگر زیارت امام حسین علیه السلام است. اگر توفیق حضور در کربلا را نداریم می توانیم از هر کجا که هستیم با سلامی از راه دور دل خود را به حرم سید الشهدا علیه السلام گره بزنیم. در روایات برای زیارت آن حضرت در شب جمعه ثواب فراوانی نقل شده است. همچنین شب جمعه فرصت ارزشمندی برای دعا کردن برای دیگران است. برای پدر و مادر، برای فرزندان، برای بیماران، برای اموات و برای همه کسانی که دلشان گرفتار است. اهل بیت علیهم السلام به ما آموختند که وقتی برای دیگران دعا می‌کنیم فرشتگان نیز همان دعا را برای خود ما طلب می‌کنند. و در پایان این شب نورانی چه دعای زیباتر از دعای برای فرج حضرت ولی اصل عجل الله تعالی فرج است. همان دعایی که قرنهاست بر لب مؤمنان جاری است. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن. باشد که خداوند به برکت این دعا ظهور آن حضرت را نزدیک بگرداند و ما را از یاران راستین ایشان قرار دهد. آمین. در قسمت بعد به اعمال روز جمعه میپردازیم. از غسل جمعه، دعای ندبه، تلاوت قرآن و دیگر اعمالی که در مفاتیح الجنان برای این روز پرفضیلت سفارش شده است. اگه این ویدیو برایتون مفید بود با لایک و اشتراک گذاری و دنبال کردن چنل گنجینه دعا از ما حمایت کنید و زنگوله را فعال کنید تا ویدیوی جدید را از دست ندین. مرسی که همراه هم بودین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در پناه خدای بی همتا.